Rahim Production. Nekim Hamirus yagom sambusa nafruxtum. Sambusa da bia. Akacan sambusa namigire? Sambusa girer makak sambusa namigire? این بازار همیروز خنک نه سودا سست سودا مردگی یک کس باشه همین دو کیلو سازی خلاص سودا کنم برام یه عبید کنم بیزارش یعنی چی دعولی چی بوده اکاجان سلام علیکم و علیکم سلام نازی تا کجا مرحمت اکاجان مرحمت چی بتونم اکاجان سازی کچو اینا برینجای مایده دون اینا برای یارم برای چی برین پیاز اکاجان همه جا 5 فروت اینا بزرگ دارن دیجوش همه فراد بین 5 وقتی دست 3 متر اینا کمویه چی نه اکاجان این پرام در کنه برای افتاب نزنه گفتم بالاشم تا میپشونه انا 2 کیلو پیاز تجدید 2 کیلو چی مال اکاجان خودم اینا جدا کردم فاس و فازونش میدم اکاجان اینا فاس و فازونش میدم Akacan sambusa garma kay sambusa namigire? چنده؟ این garma که خوش رای نه آوردم شنبه 5 سومون آید بارتر نمیکنی؟ توکی باز بارتر اینا میخواد اینا همه کالو اینا میگه نه اینا اکاجان یگام مایده نداره کلام جدا میکنم او مالی ساعتی کلون شما مایده رو داتنا گذارون همچه کی گذارون اینا میسوزمه اینا کلام جدا دارم کلام شد حوصله این سوداگر هم باید همه خی باشه سوداگر هم خیلی بود نمیکنی با این مایده شدیم ساموزه ها تا کجا تیار شید گرم نیست ماینک اینا 2 کیلو اینا 2 کیلو شد اکاجون اینا 1000 رحمت اکاجون هازی یا تو خورده بیا مایده شما احتمالی اکا مایده ندارم ابه چی شاگرد مکان که میرم ابه علیش نه akacan با سولر برای پامیدور تو چیکار میکنم شنبه خدا نه شونی بگو در خمادر میشاد خمادر میفروشه آخر داخل پوست میفروشه شلغم میفروشه نمیگیرن akacan نه نمیگیرن خیلی ما پیش بیارم سلام علیکم بیا akacan sambusa گرم مکاکای سامسا رفتی؟ علافی هم هسته گوشتیم کلتا تا برداری سامسا تا بخوابن گرمه یا خنه؟ چی؟ اینه که یک چی بیمانه بودن شما خوشا انا خیلی بپار انا خیلی همین دو متجون شما من خطا نفهمید در بچه بون برو فهم ببین یک بچه بگوش انا ایش برای هفتختگی انا بایش برای دیگه میزه من تو بلند گبزا 1 2 3 سیوره جون بابا اما یک دانا سیدادان خیلی زیاد سیدادان ایش کا نمیده زخاره ای ناسنینی من ای من روز صورتی تر دیدم که شب و روز در فکر دیم صورت دای بوسا کردن خوردن شده اکن یک بورک دارمی پیش از میکنم یک بورک رو تا ببینم بیو رو تا ببینم با چایو چاپ مونه بگو گردن خوش و خیلی کیسا خرم خیلی جونکم من اومدم پیش سلام بچه بکشی ایزونو بکشی دمادک همین چیزو میزیبا بچه خونه عروسی من ایزونکش بخوام شرمندگی سلام بچه بیا خلا جون بزنه به من تایق مگیم دست بگی بچم دست اگر اینجا تیاری دست بگی تیار باشین شیر جبه بچم همی خونه ده مشته مخی خلا جون هوا بهار پگوله نغزه سبز فون تلویزیون دا نغز بیا همین تلویزیون دا چیزی سبز خوبه بیا خلا جون من یوردم دست بگی بچه جون دست خلا جون خیلی یوردم بگم چی با دست هم بخوام همی مصفه رحمتی مصفه
رشکنی بود بچه رشکنی بود خب مالی خدا جون همین شما دا چه خیلی مقصود بچه ما اکرم جون جو ترکدی وقت نه کاملا انسمو عیسی نه ما کامera را ای طرفونه هو کادر چخلا نغزه اکرم کی بچه کامera تصویر کنه خلا جون ما انم جرده بشینه او هیدر خلا جون گوش که خلا جون هزمو سوال میتیم خدا جواب میتی سوال جواب میشه برای تلویزیون بچه ما چیگاو میزنم چیگاه میزنه؟ او قاکی نیست خلا جونی ما ما یکم همی روزگاری شما سوال جواب میکنیم شما همی جوابای ما را وای کنیم ما اینجا خیلی یاردم کردن میگیم سلام علیکم تماشابینان عزیز و گرامی قدر مخلصان و هواداران کانال رحیم پروداکشن همه شما را یک بار دیگر به همه شما میرسونیم که ما در خانه خاله چی نام داشتیم خاله جان عزیزی ما خاله زهرا جان که عمری با پربرکت 90 ساله را دیدن و در طول حیات عمری با برکت خود 4 شوهر با 4 شوهر زندگی کرده صاحب 32 نفر فرزندانی با آبرو با نام و ناموس دیها رو تربیت کرده با وی رساندن و صاحب 263 نبیره و ایویره و کبیره است و الحال از ما درخواست کردن حیات همین دیها کلونای دیها که ما درباره این مادر بزرگوار یک برنامه کنیم و این مادر باز میخواهد که در دم پیری تنها است باز یک شوهر دیگر کند و همین کم ترک درباره این مادر عزیز ما امروز یک برنامه خردک پیشکشی شما میگردونیم خاله زهرا جان مادر عزیز از همون لحظه که ما با خونه شما حضور آوردیم شما رو مهمونوازی شما رو دیدیم همین یک چیز رو تعجب با من افتاد که همین خواستم حس کنجکاوی ده میخوام از شما یک چیز رو پرسون شوم خاله جان من همین خاله برای بینی شما برای چی در شما مونده است در این سن سال تا حال این رو از همین بینیتون نگرفتید همین در سبب در چی باشد بچه این خالی بینی ما تاریخ دراز داره نمیشه همو کامیرا را بکشی و ما داخلت گوزن نمیشه بچه خاله زهرا جان شما بپروا گپ زدن گیرید هر جایی که نولوزیم است ما میبریم کامیرا همش از این خودمون این کانال رحیم پروداکشن همین خوبیش که رنگ دیگه کانالو جای بزه نمیموند بریده همش مونتاژ کرده اولی جانب کرده میمونیم که با شما معقول افتاد با شما رو میبریم جای نولوزیمش میبریم تمام خاله جان انا درباره همین خالتون یک چیز میگفتی خاله جان یک کم ترک معلومات این خالی بینی من ای رحمتی مسفید است ای رحمتی مسفید خالی بینی شما از رحمتی مسفید کم ترک تاریخش رو نقل میکردید چه شما رو کی به شما توفیق کرد ای بچه ما اگر این خالی بینی من تاریخ شگاه زنم این ویدیو و کامیرای شما پر میشه برای هموخه مانو شکل مایلش خاله زهرا جان چی خیلی که شما میخواید کوتاه برای تماشابینان کانال رحیم پروداکشن کوتاه هم باشد نقل کنید ما روزی ای همین مسفیدم ای رحمتی مسفیدم نشانه ماندگی که وقتی ما خدا نصیب باشه مردم چکه ما گفتیم که همیره باید بگیره ولی نگیره یعنی که از این برمیاد که خاله که در بینی شما ایستاده است نشانه اون است که چه خیلی که ما مقصد جوانان امروزه توی میکنیم یعنی که زکس میکنیم و همین چالا ابو چالکا با گفته میدوزیم در دست خود همین نشانه ابو چالکایی همون مسافد است نشانه تا مردن یعنی شما با قول وعده هم دیگه تا با گوره میستید آفرین خاله زهرا جان یک سوال دیگه هست که باید ما از شما پرسیم این نه تنها خواهش اهل گروه ما است اهل گروه کانال رحیم پروداکشن بلکه این سوال رو از ما خواهش کردن که از شما پرسیم همه مخلصان کانال رحیم پروداکشن خواسته است و این رو حتما فراتر خاله جان من جواب دید مخلصان ما از ما خواهش کردن که از خاله زهرا پرسید که پرسان شوید یعنی سوال دهید از همه روزی فراموش نشونده خاله زهرا جان در عمر پربرکت 90 سال در همین 90 سال عمر روزی فراموش نشونده اش رو نقل کنید ای بچم همین شرطه ما بگم خاله جان ما اهل گروه کانال رحیم پروداکشن از خود شهر دوشنبه به خاطر شما با ناحیه فرخار با دهه بالشویک اومدیم که انمی سوال خوش آمدیم بچم خوش آمدیم اینجا شکر کنیم خاله جان ای سر انا اینجا ما ایم شهر دوشنبه برای چون که خودت اومدگیم انمی سوال باید شما ما جوابش بگیریم معنی برای خاله جان ما انا سوال جوابش بتین مودا معنی یک بودی خاله جان میریم اگر این بچه تیاری رفتیم خاله جان ما میخوایم انمی سوال رو از شما پاسخش رو بگیریم خاله جان در بچه بمرمه
بگو میگی بچم خلا جون یک بالا کن یک بار که کامرامو پرش خلا خیلی معلم میگم بچم آخی روزی فراموش نشوندی ما روز نبود بچم روز نبود؟ نه آخی بچم با چی بود؟ روزی فراموش نشوندی ما شو بود بچم شو بود؟